اینجا اروپاست و این یکی از فقیرترین و فاسدترین کشورهای اروپا یعنی آلبانی است. آلبانی از عقب مانده ترین کشورهای اروپاست که نسبت به 30 سال پیش خیلی پیشرفته تر است. در دهه 80 میلادی آلبانی یک کشور کمونیستی بود که سومین کشور فقیر جهان بود. در این دوران شخصی که در آلبان حکومت می‌کرد به نام انور خوجه، یک دیکتاتوری که همه را دشمن می‌دید و خیلی راحت مخالفین را از سر راه برمی‌داشت. انور خوجه آلبانی را به شکلی درآورده بود که مردم این کشور حتی در اتاق خوابشان جرئت نمی‌کردند بر ضد دولتشان حرف بزنند. انور خوجه رهبر حزب کار آلبانی، اسمش حزب کار است، ولی هیچ کاری برای این کشور انجام نداد. لازم است بدانیم آلبانی یک کشور اسلامی بود، یعنی اکثریت جمعیتش مسلمان بودند. اما حزب کار آلبانی که قدرت گرفت تمام سرانش جزء مسیحیان آلبانی بودند. آنها دنبال کسی می‌گشتند که مسلمان باشد و بیاید عضو جدید حزب شود تا مسلمان‌ها هم راضی شوند. برای همین انور خوجه‌ای که هیچی نداشت شد قدرت اول آلبانی. خوجه از همون وقتی که به قدرت رسید دستور داد تمام ضد کمونیست‌ها رو بگیرند و بکشند که آنها کم نبودند. برای اینکه مطمئن شوند هیچ مخالفی وجود نداره، بیگناه و با گناه از دم تیغ می‌گذروندند. اون به شدت بدگمان و حسود بود، به طوری که حتی دوستانی که داشت اگر احساس میکرد یک چیزی دارند که از اون سرتره، فوراً دستور قتلش رو صادر میکرد و میگفت این احتمال داره که بر علیه من کاری بکنه و اگر کسی مخالفتی میکرد اونم کشته میشد. برای همین کسی جرأت مخالفتی نداشت. کشور ترسناک خوجه نه تنها ترسناکتر میشد، بلکه روز به روز پس رفته تر میشد. تمام کشورها بعد از جنگ جهانی روز به روز پیشرفت میکردند، اما در آلبانی عکس اون صدق میکرد. خوجه اصلاً از پیشرفت خوشش نمی آمد. او تمام مرزها رو بست و اجازه نداد مردم آلبانی از بیرون با خبر بشن. به قدری بدگمان بود که دوست نداشت هیچ کسی تو کشور نفوذ کنه. اونجوری کشور رو بسته بود که هر طور دوست می داشت میتونست مردم رو فریب بده. مثلا هر جوری دوست داشت خارج آلبانی رو نشون میداد و مردم چون هیچ ارتباطی با بیرون نداشتن باور میکردن که تمام دنیا بدن و فقط آلبانی خوبه. کشورهای کمونیستی زیاد بود اما آلبانی نوبر بود. خوجه در پیروی از حرفش که همه دشمن او هستن، به جای اینکه پول کشور رو صرف آبادانی کشور بکنه، شروع کرد به ساختن پناهگاه در سرتاسر کشور که در عرض 10 سال 170,000 تا پناهگاه در جاهای مختلف آلبانی ساختند. مردم هم که این صحنه‌ها رو می‌دیدن وحشت می‌کردن و می‌گفتن احتمالاً درست میگه، همه میخوان ما رو بکشن. در این کشور زندگی مردم از همه لحاظ بد بود. شب‌ها برق نداشتند، خودرویی وجود نداشت، اگر هم بود برای رده بالای سیاستمدار بود و بزرگترین مشکل گرسنگی بود. خوجه و اطرافیانش قسمتی از شهر رو برای خودشون درست کرده بودن، یعنی محدوده‌ای که در اون همه چی داشت، مانند ساختمان‌های لوکس، پارک‌ها، کلوب‌های شبانه، بیمارستان‌های مخصوص و مغازه‌هایی که میشد چیزهای خارجی در اونها پیدا کرد. اما مردمانی که اون ور دیوار زندگی می‌کردند نمی‌دونستند که اینجا چه خبره. در نهایت می‌رسیم به 11 آوریل سال 1985، روزی که انور خوجه در 76 سالگی بر اثر سکته قلبی مرد و در این موقعیت عزاداری زوری شکل می‌گیرد. یعنی همه مردم باید گریه می‌کردند و اگر گریه نمی‌کردند یعنی مخالفند و دستگیر می‌شدند. ممنون از اینکه تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. برای حمایت از ما این ویدیو را لایک و سابسکرایب کن.